سلام. برنامه رو با یک داستان فلسفی شب کابینم مگه اینجا کلاس فلسفه باز کردی؟ هر هفته به داستان فلسفی میگی ما هیچی نمیگیم. این دفعه بحث ریاضیات میکنیم. استاد شب خودم. سن خودتو در نظر بگیر. از هر عددی که در نظر گرفتی یه 7 سالی کم کن. باقی مونده رو با 5 جمع کن. اگه اون عددی که به دست آوردی زوج بود با 1 جمعش کن. اگه فرد بود 1 رو ازش کم کن. حالا اینو داشته باش. حالا اگه رنگ تیره دوست داری ضرب در 3 کن. اگه رنگ روشن دوست داری تقسیم بر 3 کن. نتیجه نهایی رو ولش کن بابا. حال خودت چطوره؟ گذاشتمش سر کار. چطوری؟ یه دونه بزن گرشم که یق کردم برم سر سوالا. لازم نکرده. تو یخ زدگیت مال جای دیگه است. برو سر سوال. فکر کردم همجوری آیه کتاب میزنم. مقام عظما که فتوا داده بودن بمب اتمی حرومه، پس 11 تن اورانیوم غنی شده اصل رو برای چی نگه داشته بودیم که الان با خاک برسری سوار کشتی بکنیم و بفرستیمش بیرون و خبرش هم جان کری اعلام کنه؟ اشک همه دلواپسا در اومده از این بابت. اون فتوا رو میگی که ایشون دادم. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که گربه دستش به گوش نمیرسید رفت گیاهخوار شد. کوشش شد یا همچی بزنم که بری سراغ گیاهخواری. دکتر یه نامه داریم به شرطی که عصبانی نشی. مال سردار نقدیه. ببین این سوال خودش نیست، گفته مال چند تا بسیجیه زیر دستشه که پرسیدن حاصل عمر نظامو که اورانیوم غنی شده بود با دست خودتون میفرستین بره، میخواین ما نریزیم؟ نقدی من همیشه فکر میکردم که تو خیلی احمقی، ولی با این نوشتت واقعا مطمئن شدم که احمقی. واقعا این چه نامه ای است؟ تو از این بسیجه زیر دستت احمقتری بیشعور. اصلا بحث ریزش همینجوری پاک لو داد رفت. دیدی من حق داشتم عصبانی بشم، اما با حال به عرض شما برسونم که الحق که از بسیجی زیر دستش هم احمقتره مشنگتره. این با سر اونا رو شیره به ماله، اونا اینو گول میزنن میفرستن جلو که این سوالای پرت و پلا رو بکنه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که مشنگه رفت خرشو بفروشه، بعد اونجا خوابش برد. وقتی که بیدار شد دید خره داره همینجوری پولا رو میشمره و یه نگاهی هم به این میکنه و یه پوزخندی هم میزنه. روشن شد یا بذارم بفروشنت اینجا. ناکس. تو دیدم هنوز داری اون سن تو حساب میکنی. نخیر آخر برنامه معلوم شایه. نه اینکه بخوام تلافی کنم ولی یه سوال استراتژیکی آنتیک از شما دارم. شما میدونین فرق بین چایی با آبگوشت چیه؟ چایی و آبگوشت؟ آره خب من که همه بحثای استراتژیکی رو فوت آبم، ولی خب این یکی رو خودت بگو که برات هم خوب باشه. خیلی ممنون. چایی رو دم میکنن و میخورن، آبگوشت رو میخورن و دم میکنن. شده حکایت 2 تا غیبت تو نظام. سردار سلیمانی رو نشون ندادیم، بسیجی‌ها ریختن. عظما رو بعدم 90 و بوقی وقتی نشونش دادیم اون موقع بسیجی‌ها ریختن. من از اینکه ایشون بعد از این همه غیبت اومدن و هیچ حرف جدی و درست حسابی سر بدبختی‌های نظام نزدن تعجب کردم. خوبه از تعجب شروع میشه، بعد یه چیزایی کم کم حالیت میشه. نیوتن هم همینطوری بوده، این تو بود. مرسی. یه سیب خورد تو کلش تعجب کرد. چرا؟ نمیدونم. چون که زیر درخت آلبالو نشسته بود. روشن شد یا با سیب بذارم تو کلش آیه دکتر بالاخره مقام عظما با این حاجی رفسنجانی چیکار میخواد بکنه؟ اگه امام بود میکشتش. آره ولی قبلش خود مقام عظما رو میکش. میگه بدبخت بی ارزه، بمب اتم حاصل 18 سال کارو به باد دادی. فهمیدی یا نه؟ همین هفته این حاجی سعیدی امام جمعه قم بله گفت
فتنگر اکبر رو باید کشت. یعنی میخواد حاجی رفسنجانی بکشه. بابا گول هارت و پورت کشکی رو نخور دیگه. اگه این از این نفسا داشت جلوی 5 به اضافه 1 یه نطقی میکشید. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه تصادف کرد به خاطری که از طرف زهر چشم بگیره بچه‌ش تو ماشین کشید بیرون تا میخورد کتکش زد. روشن شد یه چی بزنم که تا میخوری کتک بخوری. شما میتونین بزنین ولی مقام عظما اینقدرم بی کس و کار نیست. حالا حاجی سعیدی رو ولش، احمد خاتمی رو داره، علم الهدا رو داره، شریعت مداری رو داره، صدیقی رو ولش کن. این بیشتر دشمن شاد کنه با اون گریه هاش. جنتی ریزنقش رو داره، جیری موشه. نمیتونن بریزن این فتنه رو جمعش کنن اینا. قربونت برم تو دیگه نباید گول بخوری. همین 4 تا حرفی هم که میزنن عظما بادشون میکنه میفرسته جلو. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه یه سگ پیر زوار در رفته ای داشت، هر وقت دزد میمد خونشون سگه رو میذاشت تو فرغون میدوید دنبال دزد. حالا سگه جستشو میگرفت و این طرف و طرف رو نگاه میکرد، ولی خب همه میدیدن که کی فرغون رو هل میده. از اون طرف دکتر حاجی رفسنجانی که وعده داده بود رشته های مقام عظما رو پنبه کنه، شروع کرده کلی آدمو کیش کرده به سمت ثبت نام تو انتخابات خبرگان. یعنی میخواد یه انتخابات پر رونق را بندازه. مگه به نفعشه؟ لازم نیست که پر رونق را بندازه که، فقط باید به عظما رو دست بزنه، انقدر نفر برفسته جلو که عظما تو رد صلاحیتشون گیر بکنه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که 2 نفر تو جنگل بودن، یه شیره دیدشون اومد به طرفشون، یکی از تو کولش کفش ورزشی در آورد و پوشید، اون یکی گفت قربونت برم کفشا که به دردت نمیخورن، هر کاری که بکنی از شیر که نمیتونی تندتر بدوی. طرف گفتش که لازم نیست از شیر تندتر بدوم، فقط باید از تو تندتر بدوم. روشن شد یا همچین بذارم که بری تو کام شیر. آیه دکتر پیاده شین با هم بریم. حاصل برنامه 4 استراتژی این بار این پرونده است. به مقام عظما یه گربه گفتی، 2 تا پایین‌تر از الاغ گفتی، کشته شدن به دست امام به خاطر به باد دادن اتمی گفتی، راننده فرغون حاوی سگ زوار در رفته گفتی. بشین بابا واسه من همین آخه آی دکتر شما ناسلامتی استراتژیست نظام هستی. با این حرفا که به مقام عظما میزنی نظام رو داری برباد میکنی.